کلیه بینندگان عزیز، دانش آموزان گرامی، اولیاء محترم و معلمین و مشاورین مدارس که بیننده این برنامه هست. مازیار یه تقسیم بندی کرده راجع به دروس سال که شما میتونید مطالعه بکنین و البته امروز درس عربی رو انتخاب کردی. خود راجع به اهمیتش صحبت بکن با توجه به اینکه حالا چرا واقعا عربی رو انتخاب کردی. آقای اسماعیلی، من از امروز توی برنامه‌های از امروز به بعد دنبال این هستم که درس‌های مختلف رو اون ساختاری که توی کنکور دارن و در برنامه آموزشی دارن یه توضیحی در مورد اون به دانش آموزها بدم که چند تا سوال توی کنکور میاد، چه مباحثی، چند تا سوال میاد، نحوه پاسخگویی چگونه است و یک روش پیشنهادی مطالعه اون درس رو من آموزش بدم. یعنی بگم که یه روش این هست، حالا شما میتونید روش‌های خودتون رو داشته باشین، یه روش پیشنهادی. و امروز من از عربی شروع میکنم چون به نظر من عربی درس بسیار بسیار مهمی هست و دانش آموزها باید اون رو و فکر چاره‌ای برای اون هرچه زودتر بیاندیشن و این رو نذارن برای روزهای پایانی. یعنی درسی نیست که ما بگذاریم و اون پایان کار یا بعد از عید بگیم که ما این رو به یک جایی میرسونیم. عربی رو باید زود شروع بکنیم. بعضی از دروس مثل همین عربی، مثل زبان انگلیسی احتیاج به تمرین در مدت زمان، یعنی در یک بازی زمانی باز و طولانی داره برای اینکه در ذهن بنشینه، چون نیاز به تکرار داره. متون خارجی و دروس خارجی معمولا فرار هست و قطعا عربی هم مستثنا نیست. بله. به این خاطر من یه اسلاید رو آماده کردم، اگر امکان داشته باشه من بیستم آقای اسماعیلی. اگر دوستان من بیستم. بله. عربی رو چگونه بخوانیم؟ مباحث مهم درس عربی چی هستن؟ میکروفونتون اونو فقط نگرش دارید. بله. حل دیگه کاملا. مباحث مهم درس عربی چی هستن؟ یه روش مطالعه پیشنهادی هم دارم. توی اسلاید بعدی بله. عربی همونطور که میدونید 25 تا سوال توی کنکور داره که 20 دقیقه زمان اون هست، زمان پاسخگویی اون هست و دومین درس دفترچه عمومی شما هست که در واقع باید به اون پاسخ بدید. پس دقت بکنید این 25 تا سوال رو یک تقسیم بندی داره که این تقسیم بندی رو شما باید به خوبی در نظر بگیرید و در مطالعتون به اون دقت بکنید که روی کدوم مباحث شما بیشتر تمرکز بکنید. اگر اینجا دقت بکنید کتاب عربی دوم شامل 10 درس هست و عربی سوم 7 درس. نگاه کنید شما یک عربی سال اول دارید، عربی یک، عربی دوم و عربی سوم. اینجا ما منابع کنکور، منابعی که شما توی کنکور دارین در عربی دوم و سوم هست. 10 درس مربوط به عربی سال دوم و 7 درس عربی سال سوم. اما من این رو تذکر خواهم داد که عربی سال اول رو هم باید بهش توجه بکنید. اگر اینجا ببینید از عربی سال سوم 10 سوال معمولا توی کنکور میاد، از عربی سال دوم 6 سوال و درک مطلب، یعنی شما باید اون مطلب عربی رو، اون ترجمه و اون نگاه قواعد رو، همه اینها رو با همدیگه، حالا مهم نیست از دوم باشه از سوم باشه، با همدیگه اینها رو بدونید و بتونید مطلب رو درک بکنید و به سوالاتش پاسخ بدید. از اونجا هم 9 سوال میاد. پس دقت بکنید تقسیم بندی که توی سوالات کنکور دارین در درس عربی به این صورت هست. حالا از یه نگاهی دیگه در اسلاید بعدی اگر دقت بفرمایید، بله سوالات درس عربی حالا از مباحث مختلف، موضوعات مختلف چگونه است. شما ببینید بودجه بندی در واقع. بله بودجه بندی. شما ببینید تجزیه و ترکیب چی هست؟ تجزیه ترکیب یعنی نقش یک کلمه، اولا به صورت مجزا این کلمه چی هست، چه ساختاری داره، حالا نقشش در جمله به چه صورت هست و مهمترین قسمت توی عربی هست. درسته ترجمه اینها خیلی مهمه، اینها کمک میکنن که شما تجزیه ترکیب خوبی انجام بدید. و از یه طرف اگر شما تجزیه ترکیب خوب نتونید انجام بدید تو ترجمه هم به مشکل میخورید. این بسیار مهمه. توی ترجمه شما میبینید 4 تا سوال دارین، درک مطلب 4 تا، تعریب یعنی به عربی در آوردن، ترجمه به عربی 3 تا، تشکیل 2 تا و مفهوم 1. این درصدها رو که اینجا میبینید میانگین تقریبا درصد پاسخگویی به سوالات مثلا مربوط به ترجمه در کنکور 34% هست.
مثلا در تجزیه و ترکیب می‌بینید 11% هست و این سادگی و دشواری چرا معمولا شما اینقدر براتون مهم بوده که این میانگین رو به اطلاع دانش آموزا برسونید؟ بله دقیقاً من این رو میخوام بگم که دانش آموز بدونه که روی کدوم قسمت باید تمرکز بکنه. درسته خیلی از دانش آموزها میگن خب ما بریم سراغ ترجمه، درسته 4 تا سوال داره. اگر وضعیت دانش آموز از یه حدی اومد بهتر شد، دانش آموز به خودش میگه که خب من الان اوضاعم خوبه نسبت به بقیه دانش آموزها به چه صورت هستم. شما میبینید در بعضی از مباحث مثلا مفهوم، دانش آموز باید بدونه که توی مفهوم به راحتی میتونه خودش رو برسونه به یک جایگاهی که بتونه به سوال پاسخ بده، اما تجزیه و ترکیب کار بیشتری میبره. یعنی باید برای تجزیه و ترکیب وقت بیشتری، یعنی پیغامش اینه برای دانش آموز که دانش آموز عزیز هم تعداد سوالش بیشتره، هم سوالات دشوارتری، وقت بیشتری برای این. حالا با توجه به این اعداد و ارقامی که ما اونجا می‌بینیم، مثلا اگر دانش آموزی اون میانگین ها رو به صورت همین معدل داشته باشه ولی درک مطلبش به جای 8 16 بشه، خب از این درس کاملا میتونه استفاده بکنه برای اینکه رتبه خودش رو خیلی بله میتونه. بله روی قسمت‌های نگاه کنیم. ما همیشه میگیم که برو رو نقطه قوت تمرکز کن. بعضی موقع خب دانش آموز یه چیزی رو باید بدونه، بودجه بندی بهش میگه که خب نقطه قوت تو هم مثلا اگر توی مفهوم هست دقت بکن. شما یه چیزی رو داری از دست میدی. تجزیه و ترکیب مهمه. تجزیه و ترکیب تقریبا 45% سوالات کنکور هست. باید به اون سمت بری. بعضی موقع خودمون رو گول میزنیم نمیریم به سمت بعضی از موضوعاتی که فرار میکنیم. اونها جاهایی هست که اتفاقا حجم زیادی از سوالات رو میاره. این در واقع به دانش آموز کمک میکنه که ببینه روی کدوم مباحث بیشتر تمرکز بکنه و وقت بیشتری بذاره. بریم اسلاید بعدی. بله من 2 تا تاکید دارم. عربی تنها درسی که تو پیش دانشگاهی نیست. به این خاطر من میگم که براش یه برنامه ویژه باید داشته باشیم. تو برنامه راهبردی کانون قلمچی این براش یه کار ویژه‌ای دیده شده. در برنامه کانون عربی رو مثل یک درس اختصاصی از تابستان شروع کردیم تقریبا تا عید تموم میشه. یعنی نگاه به درس عربی مثل یک درس اختصاصیه. به این خاطر خیلی خوب دانش آموز میتونه اون رو بخونه. ما تاکید داریم که دانش آموز در طول تابستان حجم زیادی یعنی عربی 1 و عربی 3 رو تقریبا تموم بکنه. میمونه عربی 2. نکته بعدی که دارم، عربی 1 جزء منابع کنکور نیست، اما در مطالعه عربی 2 و 3 خیلی مهمه. به طور مثال مثلا مبحث مشتقات رو شما میبینید تو عربی 1 اومده، دیگه تکرار نشده اما خیلی به ما کمک میکنه. به این خاطر و یه نکته دیگه هم این هست که تعداد زیادی از سوالات از مفاهیم عربی، اینو دقت بکنید. بعضیا میگن آقا نبود تو کتابمون. متن رو ممکنه از سال دوم آورده باشن اما موضوع سوال از سال سوم باشه. در واقع درون کتابه و دانش آموزها باید به این دقت بکنن. تمام متن‌های کتاب درسی رو باید به خوبی بخونن و قواعد مختلف، قواعدی که در هر بخش کتاب دارن میخونن توی قسمت‌های دیگه کتاب درسی برن اون رو اعمال بکنن. اگر بریم توی قسمت بعدی، توی اسلاید بعدی شما برنامه راهبردی رو می‌بینید. برنامه راهبردی کانون توی تابستان این هست. یعنی شما ببینید عربی 1 و عربی 3 رو در طول تابستان به صورت جزء به جزء داریم در هر آزمون 10 مرداد، 24 هفته شهریور، 21 شهریور و تا 28 شهریور عربی رو تموم می‌کنیم و در پروژه تعیین سطح ما عربی رو به نوعی دوباره میخونیم. پس دقت بکنید این برنامه میتونن از روی سایت کانون بردارن و این رو ببینن، با این گام ها جلو برن و عربی رو به خوبی بخونن. در قسمت بعدی می‌خوایم بحث رو تا اینجا نگه داریم.